بسم الله الرحمن الرحیم. خواهران عزیز، امروز یکی از موضوعهای خیلی مهم عقیده هست. آن هم درباره یگان مسلمان را این انسان 100% از اهل جنت نگفتن، مگر اینکه آنهایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم به ما خبر داده باشند، مثل 10 صحابه که عشر المبشرین میگویم، یا اهل بیت پیامبر از دخترانشان، از همسرشان، از نبیرهشان، یا بعضی صحابه های دیگر مثل حضرت بلال و اینها. و این چنین یگان ناامید نکردن یگان مسلمان که این انسان دیگر از اهل دوزخ است. یعنی امروزه موضوعمون خیلی از موضوعهای خیلی مهم عقیدوی هست که باید هر یک مسلمان این را بداند. برای اینکه چه خیلی میداند در ما، یعنی در همه مسلمان ها این چیز دیده می شود، در ما هم در مسلمان های تاجیکستان هم هست که بعضی نفر رو همیشه گویا که او الکه از اهل جنت است صحبت میکنه. و حتی بعضی ها بزنده ها میگویند در جنت مرا فراموش نکن، که گویا که الکه او 100% داخل جنت گشته است، که این کلا خلاف عقیده مسلمان ها هست. خیلی میدانید صحابه های بودن مثل عمر ابن خطاب، در حالی که پیامبر بشارت داده بودن که تو از اهل جنت هستی، باز میترسیدن که یکی من از منافقین نباشم. یعنی امروزه موضوعمون همین است که امام طحاوی میگویند و نرجو للمحسنین من المؤمنین ان یعفو عنهم و یدخلهم الجنة برحمته. و امید داریم برای محسنین و مؤمنین، یعنی احسانکاران، مسلمان های صالح مؤمن، که گناه های آنها بخشیده شود و داخل جنت شوند به رحمت پروردگار. سبحان الله. یعنی آنها با عملهایشان نه، با رحمت پروردگار گناههایشان بخشیده شود و داخل جنت شوند. ولا نأمن علیهم، اما کلا اینها اهل جنت هستند، گویان ما اصلا اطمینان نمیدهیم 100% این از اهل جنت است، گویان ضمانت نمیدهیم. ولا نشهد لهم بالجنه، و شهادت نمیدیم که آنها از اهل جنت هستند. و این چونین لا نأمنو، یعنی دیگر این انسان از اهل جنت است، خاطرت را جمع کن، گویان قلبمان را به اطمینان یا گفتیم امانی نمیدهیم. و نستغفر للمسیئین، و برای آنهایی که گناهگار هستند از مسلمان ها، برای گناهگاران طلب استغفار میکنیم که پروردگار گناه آنها را بخش. و نخاف علیهم، و به آنها میترسیم که یک گناهشان موجب عذاب پروردگار نگردد. ولا نقنطهم، اما اصلا آنها را ناامید نمی کنیم که با همین گناه دیگر تو بخشیده نمیشوی. و اینجا تقریبا 6 جمله خیلی مهم گفتگی هستند که باید یک به یک بگیریم. اولا در ما آیت پروردگار است که پروردگار میگوید اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیلة ایهم اقرب و یرجون رحمته و یخافون عذابه. در سوره اسراء الله میگوید آنها، یعنی مؤمنان، نفرانی هستند که یدعون، پروردگارشان را دعا میکنند و با کدام راه به پروردگارشان نزدیک کردند، با کدام عمل صالح از پی آن هستند. و آنها یرجون رحمت، امید به رحمت پروردگار دارند، و یخافون عذابه، و از عذاب پروردگار میترسند. یعنی مؤمن، پروردگار صفت مؤمنان را چی میگوید؟ یرجون رحمته و یخافون عذابه. مؤمن امید به رحمت پروردگار دارد و ترس از عذاب پروردگار دارد. کمی بعد در این باره می آورند که اگر مؤمن فقط بترسد هم دیگر به ناامیدی می رود، فقط امید داشته باشد هم مغرور می شود. در دوامش الله می گوید در سوره مؤمنون، در صفت مؤمنان، یعنی از آیت های 57 تا 61 میگد این الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، آنها از عذاب پروردگارشان مشفق هستند. یعنی معنای مشفقون و از اینکه از پروردگار خیلی میترسن، یکی پروردگار ما را به عذاب نگیرد، یکی پروردگار ما را با این کارهایمان عذاب ندهد، گویان خیلی میترسن.
یعنی خشیه در قلب آنها وجود دارد. والذین هم به آیات ربهم یؤمنون، و آنها به آیاتهای پروردگارشان ایمان دارند. والذین هم به ربهم لا یشرکون، و آنها به پروردگارشان شرک نمی‌ورزند. والذین یؤتون ما آتوا و قلوبهم وجلة انهم الی ربهم راجعون، و آنها از آن چیزی که به آنها داده شده است میدهند و قلبهای آنها ترس دارد. یعنی آنها از آن چیزی که الله به آنها داده است میدهند، باز هم ترس دارند که ما به نزد پروردگار برمیگردیم. اولئک یسارعون فی الخیرات، همیشه در عملهای خیر اینها شتاب دارند. و هم لها سابقون، و برای این مسابقه میکنند. در سنن ترمذی آمده است که حضرت عایشه در همین باره میگویند، یعنی اینجا الله وقتی میگوید آنها اون چیزی که الله به آنها داده است میدهند و قلبشان میترسد، در همین باره حضرت عایشه میگن این انسان زیناگر وقتی زنا میکند یا دزدی میکند و میترسد، پیامبر میگن نه، بلکه یک مسلمان صدقه میکند، روزه میدارد، باز میترسد که الله این را قبول میکرده باشد یا نه، و من به نزد پروردگار برمیگردم این عمل من قبول است یا نگویان میترسد. سبحان الله. یعنی مؤمن نباید با عملهای صالحش مغرور شود، و پیامبر میگویند صلی الله علیه و سلم اینهایی که در قلب خشیه دارند، اینهایی که به الله ایمان دارند، اینهایی که به الله شرک نمیورزند، خیر میکنن، عملهای صالح میکنن، باز ترس دارن که یکی الله از ما قبول نکرده باشد چی حال من چی میشود. انا اینها رو چی میگوین؟ یعنی مؤمن همیشه نباید اینقدر مغرور باشد که نه من عمل صالح کردم انشاءالله درگاهی قبول درگاه الله هست. یعنی این مغروری نباید در مؤمن باشد. همیشه باید بعد از عمل هم دعا کنیم که پروردگار قبول کند. درباره حتی مهاجران در سوره بقره است. الله میگوید آیت 218 ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئک یرجون رحمت الله. سبحان الله. اونهایی که ایمان آوردن، هجرت کردن، جهاد کردن، جان خود را برای به الله دادن، جهاد کردن در راه الله، باز اینها امید به رحمت الله دارن. یعنی امید دارن که پروردگار این عملها رو ما انجام دادیم، تو ما رو ببخش. نه اینکه اینها کلا دیگر با همین کارمون چیکار کردیم ما اهل جنت هستیم، نگفتن. یعنی مؤمن خواهران عزیز عمل صالح انجام میدهد، امید به پروردگار دارد، عملی من 100% قبول است، این رو در روز آخرت در قیامت ما میفهمیم. نه اینکه از حاضر گویا که نماز من قبول، روزه من قبول است گویان مغرور شویم. برای همین خواهرانه که در سوال و جواب آیا همین نماز من قبول، صدقه من قبول میگویند، من زیاد ایتاب میکنم که قبول عمل شما در روز قیامت معین می شود. حاضر شما سوال کنید که همین کارم درست است یا نه، این کارم درست است یا نه، سوال داده درست است اما قبول است یا نه این را پروردگار میداند. و درباره آنهایی که امید دارند خواهران عزیز، کسی که به یک چیز امید داشته باشد، اینجا میگویند سه شرط دارد یا سه چیز دارد که انسانهایی که امید دارند در آنها باشد. تو وقتی به یک چیز امید داری اون چیز رو باید دوست بداری. یک چیز رو دوست میداری که به آن امید داری، و از دست دادن آن چیز باید بترسی. یعنی به چیزی که امید داری ترس هم داشته باشی که یکی از دستم برود. و این چونین به چیزی که امید داری باید حرکت کنی، باید حرکت کنی. یعنی من امیدم هست گویان وقتی عمل نمی کنی یا تماما ترس نداری و کلا در تو امید است که الله عملهای تو را قبول کرد، در این وقت انسان مغرور می شود. در این وقت انسان مغرور می شود که این یعنی فرق بین آرزو کردن و امید کردن خیلی کلان است. اونهایی که آرزو میکنن به یگان عمل، یعنی این رو چی میگویند؟ خوب خیال هم میگویند، مچته هم میگویند با زبان روسی. آره، آرزو میکنید و یگان حرکت ندارید. این چیز تماما یک مغروری هست و امید نیست، که این رو امانی هم میگویند در زبان عربی. اما امید این است که شما به یک چیز امید دارید، برای به دست آوردنش خیلی حرکت و کوشش میکنید. اگر حرکت نکردید و فقط امید داشتید، این فقط یک آرزو کردن است و همین. و درباره اینکه اینجا امام طحاوی گفتن و مایان استغفار میکنیم، یعنی الله هم گناه های برادر و خواهران مسلمان ما رو ببخش، میگویم که در حدیث آمده است که ما در نماز همیشه چی میخوانیم؟
اللهم اغفر لی و للمؤمنین و المؤمنات و المسلمین و المسلمات الاحیاء منهم و الاموات. پروردگار و گناه های تمام مسلمان ها را ببخش، مؤمن و مسلمان ها را، زنده و مرده شان را. اینجا ما برای مسلمان های گناهگار، برای یک مشرک دعا کردن ممکن نیست، یا برای یک نفری که وی کافر مرد الله او را بخش گفتن ممکن نیست، اما برای یک مسلمان گناهگار باشد هم الله گناه او را ببخش گفتن جایز است. الله چی میگوید؟ ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. و جز شرک هر گناه را الله می بخشد، حتی بدون توبه هم اگر خواهد. لیکن آنهایی که شرک میکنند و به توبه میمیرند بخشیده نمیشوند. لیکن اهل شرک هم وقتی توبه کردند، چگونه که صحابه ها اکثریتشون میدونید زمان جاهلیت بود، وقتی از دین بت پرستی برگشتن توبه آنها قبول بود و حتی از مبشرین بالجنه نگشتند. و اینجا در معجم طبرانی حدیث است که میگویند در روز قیامت سه نمود نامه اعمال است. یک نمود یعنی عملهای بنده ها، یک نمودش را الله اصلا نمی بخشد، عملهایی که با شرک انسان از دنیا گذشت، شرک ورزید و توبه نکرده مرد. دویمش گناهایی که الله به حالش میماند تا که بنده ها بین خود این گناه را حلال کنن. اونه که تو حق یک نفر رو گرفتی، پول یک نفر رو گرفتی و کسی ظلم کردی تا اون نفر از ثواب او نگیری، یا اینکه از ببخشید از ثوابت به او ندی یا گناهی او را نگرفتی، الله تو را به حالت میموند، حقوق آن بنده در آنجا گرفته می شود. سیومش گناهایی که بین تو و بین الله بود، به خودت ظلم کردی، مثل اینکه بعض فرضهای الله را یا گناهایی که بین تو و بین پروردگار بود تو آنها را انجام دادی که انشاءالله پروردگار آنها را می بخشد. درباره گناه های کبیره و صغیره به نزدیکی می آید خواهران عزیز، موضوع کلان است، در آنجا انشالله صحبت میکنیم. و اینجا یک مسئله دیگر است که اه، گناه ها، گناهایی که انسان انجام می دهد با یک چند عمل ها بخشیده می شود، مگر اینکه گناهایی که چه خیلی گفتیم حق آدمی در آنجا باشد. تو پول کسی رو گرفتی، با توبه کردن و نماز تهجد خوندن و حج کردن که مثلا حج کرده اومدی مثل کودک نوزاد میشوی نمیشود، پول او رو برگردونده باید بدهی. کسی رو تهمت کردی حتما باید عزت او رو با بگردن گرفتن تهمتت برگردانی، یا اینکه هر ظلمی که به کسی کردی. اما گناه های دیگری هم هست که مثلا سالها مثلا بعضی به زنا دست زدن، به عرق خوری دست زدن، و بعضی از گناه های دست زدن که مثلا حق آدمیزاد در آنجا نمود، بینمازی یا گفتیم بی ستری. اینجا یکم توبه گناه ها رو، وقتی توبه نصوح هست و انسان از کردش پشیمان است و با الله عهد و پیمان میکند که دیگر به آن گناه بر نمیگردد، انشاءالله بخشیده می شود. برای اینکه در این باره الله چی میگوید؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم. آنهایی که به خودتان اسراف کردید، یعنی به نفس خودتان با گناه کردن ظلم کردید، از رحمت الله ناامید نباشید. الله گناه ها رو میبخشد، تمام گناه ها رو که با آیت آمده است. یعنی تو توبه کردی حتی شرک رو هم میبخشد، مگر اینکه خیلی گفتم حق بنده ها در آنجا باشد که الله به حالت میموند تا اون انسان از تو در دنیا راضی شود یا که در قیامت از عملهای صالحت به او بدهی. برای همین توبه خواهران عزیز، توبه نصوحه که شما پشیمانید از گناه کرده اتان، عهد و پیمان میبندید که به گناه بر نمیگردم پروردگار، دیگر من به همون گناه بر نمیگردم، من در نزد تو توبه کردم انشاءالله بخشیده می شود. اما توبه نصوح کردیم، باز هم یک شیطان فریبمان داد. توبه نصوح کردیم، به نفس خود نتوانستیم غالب آمدیم، در اینجا نباید ناامید شد و باز از نو توبه کرد. یعنی توبه کرده به گناه برگشتن، این معنیش این نیست که تو را دیگر الله اصلا نمی بخشد. هرچه توبه کرده الله بخشنده مهربان است. دویمش استغفار کردن. درباره استغفار کردن خواهران عزیز، توبه معنیش برگشتن از گناه های کرده اید و
و پروردگار دیگر من به آن داخل نمی شوم گویان عهد و پیمان کردن است و در آینده هم همیشه از آن گناه ترسیدن است. استغفار باشد از توبه پایان تر است، یعنی پروردگار گناه هایی که من کردم تو آن را بپوشان مرا ببخش گفتن، یعنی استغفار کمی پایان تر می استد. و توبه استغفار یعنی فرقش رو خیلی کم میگویند بین علما، راستی چند قول رو در این باره آوردگی هستند، مهم توبه از استغفار کمی بالاتر است. و یکی از عملهای دیگری که سبب بخشیده شدن گناه های ما می شود این حسنات، عملهای صالح است که الله در سوره هود میگوید ان الحسنات یذهبن السیئات، همان عملهای حسنه یا کارهای ثواب گناه ها رو از بین میبرد. و پیامبر هم چی میگویند و تبع السیئه الحسنه تمحوها، وقتی گناه کردی از پی اون عملهای صالح انجام بده که این گناهی کرده را عمل صالحت میپوشاند یا گفته محو میکند. برای همین حدیث در مسند امام احمد هم است که پیامبر صلی الله علیه و سلم چی گفتند وقتی گناه کردید 2 رکعت نماز خوانید، توبه کنید، اون را نماز توبه هم میگویند، طهارت کنید و 2 رکعت نماز خوانید. پس خواهران عزیز بعضا میشود بعد از گناه ما خیلی ناامید میشویم، شیطان اینقدر ناامیدمان میکند تو دیگر با همین از رحمت الله دور گشتی، تو صفت منافقی داری، تو اینی تو آنی. وسوسه های شیطان را یک کنار گذارید، یک باره به یک عمل صالح دست زنید، کمترین چیز بخیزید، 2 رکعت نماز خوانید، به الله توبه کنید، یک صدقه کنید، استغفار کنید، ذکر کنید، یکم محتاجی هست به نزد او روید، پول ندهید هم عادی ترین کمکتان را کنید. یقین بدانید که شیطان در این وقت شکست میخورد. شما گناه میکنید وقتی او دیگر خودش را میگه دیگر این انسان را من گمراه کردم، اما وقتی عملی صالح میکنید این ناامید میشود که این انسان دیگر باز با توبه کردن برگشت. برای همین نباید آنهایی که گناه میکنند با همین بعضی گناه میکنند و دیگر ناامید شوند به گناه دست زدن میگیرند، یعنی گناه بالای گناه دوام دادن میگیرند، در حالی که خیلی که گفتم این چی هست؟ این گرفتاری به وسوسه و به نیرنگ شیطان است. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن بعد از گناهی کردگیت عملی صالح انجام ده، گناهی کردگیت از بین می رود. و خیلی گفتم با کمترین عملهای صالح شما دیگر شیطان را ناامید کنید و با زیاد فکر کردن درباره گناه و ناامید شدن بعضی ها کلا حتی از دین خارج می شوند که نه، انسان مسلمان باید چیکار کند؟ این گناهی کردش را برای پوشیدن از پی عملی صالح شود. و یکی از عملهای دیگری که ببخشید که این صدای غرغر از همسایه هست، به فکرم یگان تعمیر خانه دارن. یک عملهای دیگری که گناههای سبب مغفرت گناههای ما می شود خواهران عزیز این مصیبت های دنیا هست. سبحان الله، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند هر غم و اندوهی که به مسلمان میرسد و هر مشقت و خستگی هایی که به مسلمان میرسد و حتی همان خاری که به پای مسلمان خریده می شود با آن گناه های بنده بخشیده می شود. یعنی هر مصیبتی که به سر ما آمد یقین بدانید که سبب آموزش گناه می شود، سبب آموزش گناه های ما می شود. و این چی هست؟ این یکی از رحمت های پروردگار است، یعنی مصیبت آمد و گناه های ما پاک شد. و درباره بخشیده شدن گناه ها، یعنی بعضا با عذاب قبر، بعضی مسلمان ها در قبر عذاب میکشند اما در قیامت گناه هایشان بخشیده می شود. یک موضوع خیلی کلان است که بعدا در همین کتاب می آید. سبب دیگری بخشیده شدن گناه، پنجمش از خطا نکنم، این دعای مؤمنان و استغفار آنها در دنیا و آخرت است، چی در زندگیت چی بعد از مرگت. وقتی یک مسلمان به تو دعا میکند، او اگر از بنده های صالح و انشاءالله از بنده های که دعایشون اجابت میکند از اجابت می شود از جمله آنها باشد، دعای گناه های شما بخشیده می شود. برای همین بود که به اویس قرنی بیچاره حضرت عمر چی میگویند؟ دعا کن که الله گناه های مرا ببخشد. اویس زنده بودن، میگن دعا کن که الله گناه های عمر را ببخشد. برای همین دعای دیگران هم
انسان صالح البته از هر کس هم دعا پرسیده نمی شود. دعای انسان های صالح سبب مغفرت گناه ها می شود و این چونین سببی بخشیده شدن گناه، عملهای ثواب، صدقه و حج و قرائت قرآن در نزد جمهور علما که به شما بعد از مرگتان می بخشند، چه مسلمان ها چه فرزند ها. یعنی وقتی یک انسان از دنیا رفت، هر عمل صالحی که به او می بخشد فرزندش یا دیگرها که فلان انسان را برای فلانی من این عمل صالح رو انجام دادم، پروردگار به او هدیه کردم، چه حج کرده باشد. در نزد اکثریت علما حتی قرآن بخونید هم در این باره انشاءالله صحبت میکنیم. و این چونین مثلا استغفار برای او، علل خصوص دعای فرزندان برای پدر و مادر، انشاءالله سبب مغفرت آنها، حد اقل کم شدن عذاب آنها در روز قیامت می شود. و چیزی دیگر خواهران عزیز، مسئله شفاعت است. درباره شفاعت پیشتر صحبت کرده بودیم که چند نمود انسان ها شفاعت میکنند. بزرگترین شفاعت شفاعت الله رب العالمین است که بنده های مؤمنی که به شرک دست نزدن و غرق گناه باشند هم با رحمتش داخل جنت میکند. و شفاعت پیامبر صلی الله علیه و سلم و الله اجازت دهد شفاعت شهیدان، علما و بعضی مثلا کودک برای پدر و مادر سبب می شود که حتی از اهل گناه و کبائر باشن هم با شفاعت دیگران داخل جنت بگردند. و با همین خواهران عزیز، این یک چند راه ها یا یک چند سبب هایی که سبب بخشیده شدن گناه ها می شود اینجا می آرند که الله انسان گناهکار وقتی از دنیا مرد تمام امیدها از او قطع نیست. شاید فرزند صالح دارد، برایش دعا می کند، با رحمت پروردگار، به شفاعت پروردگار یا به شفاعت پیامبر صلی الله علیه و سلم اگر اجازه دهند یا دیگر شفاعت کننده ها، شاید داخل جنت می شود. برای همین اینجا چی میگن؟ اصلا ناامید نمیشویم برای آنها رو هم ناامید نمیکنیم. یعنی پدر گناهگارت از دنیا رفت، مادر گناهگارت از دنیا رفت، خواهر گناهگارت، نباید ناامید شوی که او اصلا مثلا در دنیا عمل صالح انجام نداد. نه، رحمت الله خیلی وسیع است. ناامیدی الکی چی هستین؟ از شیطان است و انسان رو گمانی بد به پروردگار میکشاند. ناامیدی باید امید بندیم که پروردگار با شفاعتت، با رحمتت یا با شفاعت پیامبرت او را داخل جنت کن، یا خودمون برایش کمترین باشد هم شاید با یک صدقه که میکنم و ثوابش رو به او میبخشم. که خواهرانی هستند که میگویند پدری من اصلا انسانی بود که در زمانی شوروی زندگی کرد و بزرگ شد، یا مادرم یا برادرم یا چیزی دیگر، برایش چی کار کنم؟ یعنی بعضا شیطان ناامیدم میکند که او از اهل دوزخ است، که البته که نباید ناامید شد. برای اینکه الله چی میگوید؟ لا تقنطوا من رحمت الله، اصلا از رحمت الله ناامید نباشید. محبتی که پروردگار به بنده هایش دارد از من و شما بالاتر است. و با یکی از این راه هایی که گفتیم برای زنده ها توبه و استغفار، عمل های صالح انجام دادن و دعای انسان های صالح هست. برای مرده ها باشد خودمون دعا میکنیم، برایشان اهدا میکنیم یگان عمل های صالح را. به الله زیادتر دعا میکنیم که تو رحمتت وسیع است و تو می توانی که گناه های بنده هایت را ببخشی و به این قادر هستی و بخشندگی زیبندگی تو را دارد. خودت ببخشگویان می توانیم دعا کنیم. و با همین یک جمله دیگرشان شروع می شود. میگویند والامن والیأس ینقلان عن ملت الاسلام و سبیل الحق بینهما لأهل القبله. کلن در امان بودن، کلن دیگر الله مرا میبخشد من چیکار خواهم میکنم گفتن، و یا اینکه کلا ناامیدی که دیگر اصلا مرا الله نمیبخشد، دیگر من بخشیده شدنی نیستم گفتن، یا کلا به الله امید بستن و از هیچ گناه نترسیدن، یا کلا ناامید شدن و به یگان رحمت الله امید نبستن. این دو چیز شما را از ملت اسلام میگن خارج میکند. و برای اینکه تو در راه حق باشی باید بین این دو چیز باشی، هم
از الله بترسی، هم چیکار کنی، هم به الله امید کنی. اما تماما من دیگر خیلی گفتم انسان هایی هستن که اینقدر از الله میترسن یا طوری میترسن که الله کی ناامید شدن. میگن این همه سال این گناه رو کردم، هیچ باور ندارم که الله مرا ببخشد. با همین گناه بالای گناه، گناه بالای گناه، تا اینکه به جهنم میروند. اما گروه دیگری هم هستن میگن من اصلا چیکار کردم، من اصلا چی گناه دارم که من داخل جهنم شوم. اصلا چرا الله مرا داخل جهنم میکند؟ یعنی من کی هستم؟ کم نیستن اینها هم. میگم ما چیکار کردیم؟ ما دزدی نکردیم، ما زنا نکردیم. یک همسایه داشتم، همسایه خودش سراینده بود، دخترکی مسلمانی ترک، اکنون والله اعلم سراینده بود. یعنی سرود میخواند، لباسهایش کلا برهنه. با هم صحبت کردیم، به من میگوید مادر یحیی میگوید، یحیی این انسی، من میگوید زنا نمیکنم، عرق نمی نوشم، من یگان کس رو تهمت نمیکنم، اما من سراینده هستم، نخود من اهل دوزخ باشم. یعنی الله میگه من رو از اهل دوزخ نمیکند. اینقدر زینوکارا هست، اینقدر دزدها هست، مثلا تهمتگرها هست، اینها میمانند و میگه من برای سرایندگی هم داخل جهنم میشوم. نه، همین قدر به خود چی دارد، چی گویم، تا اندازه مغرور است که گویا که تو زنا نکردی، همین گونه عقیده، عرق ننوشیدی، تهمت نکردی، سراینده باشی هم، برهنه باشی هم، بینماز باشی هم، داخل جنت میشوی. یعنی همین گونه با خود چی دارد، مغروریت دارد. اینجا ببینید که الله چی میگوید، ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئک یرجون رحمت الله. چه خیلی گفتیم، حتی انسان هایی که در راه الله جهاد میکنند، جانشان را میدهند، اینها امید دارند به الله که الله مرا داخل جنتت بکن، من ناامید نیستم، دعا میکنند. نه اینکه از خود میروند که نشد من دیگر با همین اهل جنت میباشم. برای همین اینجا چی میگویند؟ بدان که میگویند، یکی از علما ابو علی رزباری میگویند، از نامشون معلوم است که اهل فارس زبان هستند، میگویند بدانید که ترس از الله و امید به الله این دو بالی پرنده یا دو قنات پرنده هست که شما با ترس از الله و امید به الله پرواز میکنید. وقتی که یکی از اینها در شما نیست یا امیدتان نیست یا خوف ندارید، پرنده دیگر نمیتواند پرواز کند. اگر هر دویش نیست، پرنده تماما هلاک می شود، می افتد. برای همین شما باید مسلمان مؤمن باید با این دو بال همیشه باید برابر، امید هم به الله دارم، ترس هم دارم. من اصلا مغرور هم نیستم که عملهای صالح هم زیاد است دیگر تو با من در جنتی، نعوذ بالله. یا اینکه اینقدر خوفم ندارم که یک گناه کردم که دیگر من بخشیده شدنی نیستم. نه، من امید به رحمتت دارم و باز خیلی از آن هم میترسم که یکی مرا داخل جهنم نگردانی. الله درباره مسلمان ها در سوره سجده چی میگوید؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا و طمعا. نصفه های شب از بستر گرم خود بیدار می شوند برای نماز خواندن، باز دعا دارند به پروردگارشان، هم ترس دارند هم امید، با طمع و با ترس. یعنی مؤمن باید این گونه باشد. یعنی نباید که خیلی گفتیم اینقدر از خود بروی که من با همین از اهل جنت هستم، و نباید این گونه ترس داشته باشی که کلا ناامید باشی. و فقط خواهران عزیز، پیش از مرگ، یعنی در ما قصه حضرت امام شافعی هست که پیش از مرگ میگویند پروردگارا، تا همین روز من از تو خیلی ترس داشتم، از ترسم به گناه ها دست نمی زدم. امروز که لحظه مرگ فرا رسید که از بیماری وفات میکنن، امروز که لحظه مرگ فرا رسید، من دیگر فقط امید به تو دارم، مرا ناامید نکن. یعنی پیش از مرگ امید زیاد داشتن اینه که از بهترین چیزها هست برای مؤمنان. اما در دوام زندگی باید ترس هم داشته باشیم. چه خیلی گفتم ایده هستن که سبحان الله از صحبتشان، از عملشان، گویا که الله کی
بلیت اینها به جنت گرفته شده است، الکی برای اینها ویزای جنت آمدگی هست. هیچ ترسی رو نمیبینید که یعنی انسان مغرور از کلامش معلوم می شود. اما ایده دیگری هم چه خیلی هستن، چه خیلی گفتم ناامیدن تماما. نه، فاحشگی کرده باشی، تمام عمر زیناگر بودی، تمام عمر عرقخور بودی، تمام عمر به گناه مشغول بودی، هنوز هم تو می توانی توبه کنی، هنوز هم می توانی برگردی به پروردگارت. اجابت دعاها، اجابت توبه، این وعده الله هست. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، به شرط اینکه تو بازگردی به پروردگار و نباید ناامید باشی. و باز میگویند ولا یخرج العبد من الایمان الا بجهود ما ادخله فیه. در این باره درسی گذشته صحبت کرده بودیم که میگویند و بنده از ایمان خارج نمی شود مگر اینکه با انکار کردن آن چیزی که او با آن به ایمان داخل شد، یعنی با انکار کردن ذات پروردگار یا یکی از فرائض اسلام، یا یک حرام کردن حلال یا حرام کردن حلال که آن هم دیده و دانسته بر قصدانه این کار را کند، آن انسان از دین خارج می شود. در این باره پیشتر گفته بوده. و درباره ایمان گفتم به زبان و تصدیق کردن با بدن هست و ثابت کردن ایمان با عمل ها می شود که الله نصیب کرده باشد. خواهران عزیز، درس دیگر الله من در این باره قطعا صحبت می کنم.